دنجی پسر نوجوانی بود که با سگ کوچولوی زندگی میکرد و هر روز صبح که از خواب پا میشد با شنبولش ور میرفت. او برای دادن بدهیش چشمش و کلیه‌اش رو فروخته بود. بدهی‌های دنجی اینقدر زیاد بود که مجبور شده بود با سگ کوچولوش شکارچی شیاطین بشه و هر روز به خار و مادر این موجودات سلام برسونه. اون برای یاکوزا کار میکرد و مجبور شده بود به صورت گروپ به اونا سرویس بده. دنجی برای به دست آوردن پول هر کاری میکرد. مثلا وقتی که راننده یاکوزا ازش خواست تا یه سیگار روشن رو بخوره، اون با خوشحالی قبول کرد و حتی بهش گفت یه مقدار بیشتر بهم پول بده تا برات یک کیف مجلسی بزنم. راننده یاکوزا هم که هنوز یه آب سفید رو دندونش بود با خنده اونو مسخره کرد و بهش پولشو داد. دنجی هم تو بادسنش عروسی شد که تونسته یه مقدار پول به دست بیاره تا بتونه برای خودش و سگش یه تیکه نون خشک بخره. دنجی با سگ کوچولوش درد و دل میکرد و از رویاهاش بهش میگفت. اون تنها رویاش این بود که یه زندگی معمولی داشته باشه و بتونه نون توست رو با مربا بخوره و یه دوست دختر داشته باشه که تا شبا باهاش توپ بازی کنه و مجبور نباشه اینقدر دست به شنبول باشه. پدر دنجی بدهی بزرگی به یاکوزا داشت. وقتی که پدرش مرد، یاکوزا به دنجی گفت یا بدهی رو پدرتو بده یا برده من شد. آخه من پسر بچه ها رو خیلی دوست دارم. وقتی دنجی از همه جا ناامید شده بود صدایی شنید. یه شیطان کله اره‌ای بهش نزدیک شد. دنجی ترسید و از ترس بیضه‌هاش جای لوزه‌هاشو گرفت. دنجی به خاطر این همه مشکل از اون کله اره‌ای خواست تا اونو پیش پدرش بفرسته. یهویی چشم دنجی به زخم روی بدن کله اره‌ای افتاد و فکری به سرش زد. بهش گفت بیا اینو بخور تا جون تازه بگیری. پوچیتا هم بلند شد و رفت اونو خورد. دنجی از پوچیتا خواست تا در مقابل نجات جونش تا ابد باش بمونه و بهش وفادار باشه. یه شب یاکوزا دنبال دنجی اومد تا اونو به شکار شیاطین ببره. دنجی از همه جا بیخبر هم همراه اون رفت. وقتی اونا به یه انبار متروکه رسیدن، دنجی تعجب کرد و فهمید که قرار مورد عنایت قرار بگیره. یاکوزا به دنجی گفت تو تا امروز مثل سگ برا من کار کردی، اما من دیگه به داگی علاقه ندارم و قرار الان یه سوراخ به سوراخات اضافه کنم. یه شیطان زامبی یاکوزا رو تسخیر کرده و هدفش این بود همه انسان‌ها رو انگشت کنه.
شیطان زامبی به دنجی گفت امروز قراره نوازشت کنم و برای بادسن دنجی جایزه گذاشت و به زامبیا گفت اونو پاره کنید. دنجی هم لنگان با سولاخی گشاد فرار کرد. وقتی دنجی مرد مقداری از خونش وارد دهن پوچیتا شد و باعث شد اون کله اره‌ای دوباره جون تازه بگیره. اون به یاد خاطراتش با دنجی افتاد. دنجی چون همیشه در حال تجاوز به شیاطین بود از کله اره‌ای خواسته بود هر وقت که مرد وارد بدنش بشه و جونش رو نجات بده. پوچیتا هم چون خیلی به دنجی وفادار بود قبول کرد و قول داد دنجی رو نجات بده. دنجی هم کله اره‌ای رو که 2 توپ بیضی شکل رو صورتش بود بغل کرد و ازش تشکر کرد. و حالا پوچیتا به عهد خودش وفا میکنه. وقتی پوچیتا وارد بدن دنجی شد باش یه قرارداد بست. بهش گفت من قلبمو بهت میدم تو هم اجازه بده رویاهات رو ببینم. دنجی بعد از قبول شرطها زنده شد و حالا بندی رو سینش داشت که قبلا روی دم پوچیتا بود. اون شیطان زامبی هم که از زنده شدن دنجی خیلی به بادسنش فشار اومده بود از زامبیا خواست تا دنجی رو نابود کنه. دنجی حالا توانایی عجیبی داشت. اون روی سر و بازوهاش اره در آورده بود و تبدیل به یک کله اره‌ای خوب شده بود. دنجی به اون شیطان بزرگ گفت سلام بنده را به مامانتون ابلاغ بفرمایید و به اون حمله کرد و از وسط نصفش کرد.
وقتی آفتاب طلوع کرد ماموران امنیتی اومدن تا شیاطین رو نابود کنن. اما وقتی به اونجا رسیدن یه شیطان کله اره‌ای رو دیدن که به همه زامبیا تجاوز کرده. یکی از مامورا به سمت دنجی رفت و بهش گفت تو یه شیطانی؟ همون لحظه دنجی تبدیل شد به یه انسان. ماکیما وقتی دید اون یه انسانه 2 تا انتخاب براش گذاشت. یکی این که به زندان بره و به همسلولیاش سرویس بده، یا این که پیش ماکیما بمونه و برای اون کار کنه. دنجی هم از دختر خواست تا اونو به آرزوش برسونه، بهش نون توست با مربا بده و شبا باهاش توپ بازی کنه. ماکیما هم بهش گفت نون توست با مربا رو بهت میدم، اما هنوز برای توپ بازی خیلی زوده.